ساکنان دهه تیمورملک یکی جماعت نوآباد شهر ترسونزاده اقدام منفرش نمودن راه را ادامه داده تصمیم گرفتند که 2.5 کیلومتر راه دهه‌شان را با صفت بلند اسفالت پوش نمایند. ساکنان در همبستگی با رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و جماعت دهات برای با صفت بلند منفرش نمودن راه دهه‌شان کاربری نموده ایستادند. مرحله اول اسفالت پوش کردن راه شبانه صورت گرفت، ولی به این نگاه نکرده تمام استقامت کنندگان این روستا سرجمانه به حشر برآمده برای تخت و هموار کنی راه کمک رسانیدند. من ساکن همین دهه تیمورملک یک جماعت دهات نوآباد ما سرجمانه با همه ساکنان دهه تصمیم گرفتیم که همین سال با قوه همه مردم و خواجگی دهخانه همکاری کرده 2.5 کیلومتر دهه را اسفالت پوش کردن با نیت گرفتیم. من امروز کارها سر شد. انشالله مردم دهه ما بسیار خرسندند. آینده همین خیلی کارهای آبادانی را دوام میدیم. باید تذکر داد که سال روان بیش از 60 کیلومتر راه نقلگرد شهر ترسونزاده اسفالت پوش گردید که در این مسیر سهم ساکنان محلی بیشتر است. این همه کارهای آبادانی و سازندگی در دایره نقشه‌چرابینی ها جهت سزاوار استقبال گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راهاندازی گردیده برای رشد محل روانه شده است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به مسئله رشد دهات منتظم توجه نیک ظاهر می‌نمایند. از همین جاست که همه ساله در دهات کشور انفراستراکچور مختلف اقتصادی و اجتماعی بنیاد می‌گردد. این دستور و هدایت‌های رهبری دولت در شهر ترسونزاده نیز عملاً تطبیق گردیده برای بلند برداشتن سطح نیکوحوالی ساکنان چاره‌جویی کرده می‌شود. ساکنان دهه تیمورملک جماعت نوآباد اقدام اسفالت پوش کردن راه را ادامه می‌دهند.